мо дар шумораи навбатии барномаи бекстейҷ бо зиндагии берун аз саҳнаи ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон ситораи Кароматулло ошно шудем. Вақте ӯро пайдо кардем, ки дар хонаи муди Хуршед Сатторов барои клипи нави худ либос фармоиш медод. Ситорабону аз рӯзҳои аввале ки дар рӯи саҳнаи тоҷик омад бо ҳамин суратҳои миллии классики шашмақом ман мафтуни садои ин бонуи ҳунар шудам. Ба ҳамин хотир ман ҳамеша кӯшиш мекунам ки як намунаҳои либосҳои классикӣ бо шакли замонавӣ ва як чизи нав пешниҳод карда бошам. ин эскизҳое ки шумо мебинед аллакай мо барои бонуи ситора духтем. Агар тамошо карда бошед дар эҷодиёташ аллакай ҳаст ин либос. Дар кадом клип аст? Дилбари якдона. Дилбари якдона. Истифода бурдем. Аҷоиб. Инаш дар ин либоси охирини ки ҳоли мо тайёр накардем. Мавриди коркард қарор дорад. То ҳол тайёр нашудааст ва ба наздикӣ дар Наврӯз шояд ки омода кунем. خب سر همین لباس داشتن اینجا بحث میکرده. غیر از این ستاره میدونید بسیار لباس رو دوست می‌دارد. همیشه در جستجو و در یک فکر ایده نو چون صحنه برای ستاره یک جای مقدس است. فکر میکنم که از نوک پا تا بالای قاش و گوشپاره‌هاش اهمیت میدهد برای کمتر مرا عذاب می‌کرد. سخت می‌شود. چقدر می‌تید؟ چیو پیشنهاد میکنید شما؟ حتما باید من تاجیکم باید تاج داشته باشم. من باید گوشپار داشته باشم. من گفتم آخر ببین ستاره‌بانو من لباس میآفرم. من طراح لباس هستم. من تنها به تو لباس آماده میکنم و دیگرش رو از یگان نه شما باید حتما این کار رو به انجام برسونید. بعضا خورشید فراموش میکنه یگان گوشپار یگان و حتما زنگ زده نه روی کن بسیار طراح بهترین از همگی میشناسد. هر چیزی که من فرمایش دادم همه وقت سری وقت لباسایم رو آماده میکنم. شما چند روز پیش مثلا به خورشید مراجعت میکنید؟ لحظه‌های شدگی است که فقط راستش رو بگید. راستش رو میگم. البته لحظه‌ای هست که در دو روزم در دو روز خیلی کار اینو قیمتر است. بعضا یگم چی میشود که فوری میشود در حال یگم جای باش نیست. آماده میکنم. چگونه میسر میکردید؟ من میدونم که مثلا لباسایی که شما میدوزید کار یک روزه دو روزه نیست. کاری سخت است. ببینید هم فرمایش‌ها رو یک طرف میگذاریم. البته چون که من میفهمم که بانوستورا خیلی کاری زیاد دارد و بعضا حالت‌هایی میشد که فوری یگان نمایش یگان کنسرت فوری میشود و به همین خاطر من در حال با گروهی کوریم با کمانده خود جمع میشیم و سری کار این لباس میشینیم تا این رو هر چیز زودتر به انجام برسونیم برای که اکثریت سفرهای ستاره خودشون هم میدونم من در یک جایگی در چندین سفرهای روزهای فرهنگ تاجیکستان در فرانسه در امریکا و غیره در هر کجایی که باشم ما شما با سفرهای مثلا هنری یک جا هم داشته اکثریت یگان سفر امریکا لباس خودشون گرفته بودن. سفر امریکا یک جایی بودیم. بار شما سبک شد؟ در فرانسه ترکمنستان بودیم. در ازبکستان در بسیار جا بودیم. قطر یعنی همکاری مشترکی بسیار ساله داره. کوشش ما مقصد ما همین هست که فرهنگ ملی ما رو با لباس‌های ملی با لباس‌های خودمون در دیگه دولت ببر میکنیم که تو اینکه از فرهنگ و از موسیقی و از هنری ما واقف شوم. وقتی که با همین لباس‌های مثلا بسیار مجلا و زیبا قدر کاری دستی زیبا میروید در حیرت نمیمونم اومدن از نزدیک ممکن است یک بار کرتای شما رو دستگیر میکنم بسیار شدگی است. راستی گپ خیر با خورشید چند جا سفر داشتیم مثلا کرتای ما رو حتی خریداری هم میکنن میگن که خیر شما کرتایتون رو نمیفروشید برای ویا بسیار عجیب است. خیلی کاری دستی قدرش بالا است. بله. خب از اینجا اگرچه انتخاب کردید تا می اومدم که بحث داشتید انتخاب ما این لباس است باید آماده شود برای تو باز یک چکن دیگه تا نوروز. اینجا دارید نمونه اش را از این چکن؟
در اینجا ما ببینید همه وقت خورشید میگم من پیش خورشید میبینم غم میتیم میگم که نه از سری نو میکشی اون چیزی که هست این ها. قبول نمیکنه باید برای این یک چیزی نو آموده شده عشقی تو در پیکرم تا به سما میبرم عشقی تو در پیکرم تا به سما میبرم дар идома коллексияи нави либосҳои хуршед сатторовро тамошо кардем ва ситора дар ҳамин вақт барои худ болопӯши зимистона фармоиш дод. таронаи нави ситораи кароматулло дар ҳоли омодашавист. барои мо ҳам муяссар гашт ки дар ҳафти сабти он ширкат варзем. چندین که مهربانی کدوم راضی نشد دلیابی نشد چندین که مهربانی کدوم راضی نشد دلیابی نشد در قلب من ای جان من ای او به همیشه دل کندنمه мо дидем ки шумо бо хуршед ҳамеша либосҳои миллии классикиро интихоб мекунед ва табиист ки ҳамин либосҳоро дар клипҳо умуман дар сурудҳои классикӣ манаси сурудҳои мақому халқӣ истифода мебаред. вале мо медонем ки ситораи кароматулло як ҳунарманди универсалӣ аст ва дар кадом жанре ки суруд мехонад муваффақ мешавад. хоса масалан ситораи кароматуллоро ҳамчун як нафар ҳунарманди муваффақи жанри мақом мешиносанд ва ҳамчунин дар жанри эстрада низ хеле муваффақ аст. шумо либосҳое ки дар клипҳои эстрадӣ истифода мебаред онро чӣ гуна интихоб мекунед? бо бисёр тароҳон кор мекунам. умед нигматов бо ҳастанд аз ӯзбекистон масалан аз худамон дар жанри эстрада мутобиқ ба ҳамон суруд ба мазмун. шумо аз хурдӣ муҳити оилавӣ ба жанри мақомро овардед. малика собирова хона баъд аз он академияи мақом баъд консерваторияи миллӣ тӯли 14 сол шуд дар кумитаи телевизион ва радио дар ансамбли шашмақом кору фаъолият карда истодам. жанри мақомро худатон интихоб кардед? ҳамин хел шуд ки як рӯз дар мактаб ҳамин хел як суруд додан бояд дар ҳамин чорабиниҳои мактабӣ мехондам ва дидан ки овозам баланд маҳорати хонданро дорам дигар маро ҳамин кӯшиш кардан ки ман пайваста бихонам ва ман ҳамин хел хондам шинохта шудам дар жанри шашмақом ва дар жанри эстрада чӣ гуна роҳ овардед? бисёриҳо гуфтанд ки хай шумо ҳоло ҷавон ҳастед. соли 2013 буд камтар сурудҳои шухам замзама кунед ва кам кам гузаштем чӣ хеле гуфтед одам бояд универсал бошад ва ман низ роҳ овардам боз ба жанри эстрада чунки ҳар маърака ҳар маҳфил дар баробари сурудҳои ором сурудҳои шух низ талаб мекунад ва мерафтам хай мехостанд ки ягон сурудҳои шух он вақт нав сар карда истода будам мегуфтам ки не ман фақат шашмақом мехонам чунки ҳама фаҳмонда намешавад ки ман фақат дар ин жанр талабот бояд воқеан жанри мақом яке аз жанрҳои сахттарини санъати мусиқии тоҷик аст не? шумо аз даврони хурдсолӣ масалан ҳамин жанрро хондед аз худ кардед ва чӣ гуна сабр кардед чӣ гуна тавонистед ки ҳаминро ҳифз кунед? нашуд замонҳое ки бигӯед ки на ман намехоҳам дигар идома диҳам? шуд чӣ хел гӯям бисёр қиин буд. ман фикр мекунам дар ҳама ҷодаи кор дар ҳама чиз аввал қиндӣ аст азоб аст мушкилӣ ҳаст мешавад ки аз удаш намебароӣ дил монда мешӣ наметавонам ин кори ман нест ё ки таҷриба бисёр муҳим аст зарур аст таҷриба лозим аст барои ин кор сабр ва оҳиста оҳиста ман бисёр гӯем ки
13-14 سال آموختم. بله. خطا نمیکنم. سالی کم نیست؟ سالی کم نیست. بله. من برای یک هنر برای آموختن یک هنر برای یک موفق شدن هنر موفق شدن فکر میکنم نکم از 10-15 سال باید بیاموزی. بعدن از روی تجربه و از روی همین هنر مهنت و هنر شهرت میابی. ثمرش رو میبینی. بله. کارت رو نیز دوست میداری. کار فکر میکنم پیوسته اگر مشغول باشی کار کنی از تحت دل موفق میشی. بسیار پدرم میخواستن که آوازخوانان در ژانر شش مقام دوست میداشتن. میخواستن که هنر شما سایقل یا بد رشد کند فرا بگیرد. بله. بعدا من رفتم حجتهای خود رو در کنسرواتوری ملی سپردم و هنر خود رو بله اونجا سایقل داده. محض در زمان دانشجویی وقتی که در کنسرواتوری ملی شما تحصیل میکردید از همونجا شهرت پیدا کردید آهسته آهسته در همون وقت شناخته شدید شما؟ پیوسته که در جریان بودم در آموختن کسب بودم بسیار مشکل بود و بعدا در کنسرواتوری علاقه من کمتر سبکتر شدم یعنی بسیار که خواندم. علاقه برای شما سخت نبود نه؟ سخت نبود. این ژانر همین خیلی هست که اگر پیوسته زمزمه نکنی مشق نکنی همین آواز میشینه. یک مدت کار نکنی اگر آواز را از دست میدهی. آواز را از دست میدهی تو با مشق میکنی تو برقرار کنیش با وقت در کارت. بله. برای می یک همین در خانه یکم چی سروده مونده از استادای گذشته میمونم و همین تکرار میکنم که همین برای اون که آوازتون خلل نبیند چی ها استعمال میکنه؟ من آوازم رو احتیاط نمیکنم. چرا؟ ارکه نمیکنم. چون که آواز چی خیلی میشود بعد بسیار مدت پیوسته که در معرکه هستیم در چوربنی هستیم یکی میشود که یکم خونکی میشود و یکم وای سردی میشود تیز بعد نازک میشود آواز. این فکری و ایمان است. یعنی میخواهید که آوازتون در همه شرایط مطابق باشه؟ در همه شرایط من آواز خود را مطابق کرده هستم. آفرین خسته نباشید. تشکر زیاد. روز دیگر ما ستاره کرامت‌الله را از محل کاریش انسمبل دولتی ششمقامی به نام فضل‌الدین شهابوف دریافتیم. اینجا با همکارانش در حال تمرین بود. خوشتر است ایام عشق ایام خوشتر است ایام عشق ایام همین درگاه بزرگ انسامبل دولتی ششمقام سالهای پیش در نزد انسامبل دولتی استودیوی بچگانه ما از همون وقت یکجا تحصیل کردیم، درس گرفتیم از اینجا از استادان
یعنی این تو با وقتی که اینجا کار اومدید اینجا برای شما محیط بیگانه نبود؟ بیگانه نبود. ما از همینجا شروع کردیم، بعداً بعد اکادمی مکتب ششمقام اکادمی رفتیم، بعد باز اومدیم در کنسرواتوار با همکار شدیم و با خوشبختانه من بازی با همکار همین درگاه همکار. بسیار ما همین شوقی بلند داشتیم. بله. بسیار شوق ما معلمی ما همین خیلی با ما درس میگفتن که ما حتی انتظار می‌داشتیم که همین درسی مکتب میانه تیسر تمام شد. شب میشد ساعت 9 میشد 10 میشد نمیشد. شب ما راجع تمرین می‌کردیم و مشق می‌کردیم. خوشبختانه اینا از همون مکتب شروع کرده البته از عروض چی است و وزن شعر و ساختار موسیقی اساسهای مقام چی از همین چیز واقف هستند. همون شش مقام رو سلسله می‌خوندن. هر یک مقام سلسله آماده کرده بودن، ما خودمون آماده کردیم با کنسرت ما. همون شش مقام در طرز سلسله با همین درسگیران استادان که با ما اکادمی درس می‌گفتن. ما هر روز 7 ساعت 8 ساعت درس می‌خوندیم. در خانه هم تمرین می‌کردید؟ در خانه؟ ها دیگه مونده می‌شدیم سحر مکتب می‌رفتیم، بعد از وقت تا شب در اونجا 7 8 ساعت هر روز ما می‌آموختیم. یکی از جهت‌های بوق مکمل شدن اینو همین آموختن سازهای موسیقی خیلی اصیل، یعنی برای شش مقام خوش جان بید تنبور برای شش مقام خیلی مهم ساده اساسی یعنی تنبور است. بله. و دایره است. دایره اصولی شش مقام باید احساس کنن. چند سال شد تنبور به دست نگرفتید؟ خیلی خیلی بعد ختم کنسرواتوری در انسامبل کار و فعالیت همچون سرآیندگی ادامه داده بله. به همین خاطر کمتر دیگر با سازهای موسیقی بیشتر در دایره‌های سرود خلقی و استرادی سرود اجرا می‌کنند. گرچه هنرمندی انسامبل شش مقام است و فکر می‌کنم اون نفری که این مکتب بزرگ را گذاشته است در آینده در یگان ساحه در یگان ژانر موسیقی با مشکلی روبرو نمیشه. شما ستاره را درس دادید؟ در کنسرواتوار درس دادید؟ بله هنگام دانشجویی در کنسرواتوار مدتی 5 سال کرد و پیش از این در اکادمی مقام نیست، اونجا نیست، مثلا در نزد اکادمی مقام مکتبی شش مقام بود. دوره کنسرواتوار را به یاد نمیارید؟ اصلا چی سرود اونجا تمرین میکردید؟ ما یاد دارم در امتحان دولتی همین سلسله صوت مهیر را با ستاره آماده کرده بودم، یعنی که سلسله مهیر از یکی از بخش‌های فرعی شش مقام به حساب می رود، از مقام عراق است و 5 سرود رو در بر میگیرد: صوت مهیر،
талқинчии савти муҳайяр, фуруғи савти муҳайяр, соқиномаи савти муҳайяр ва уфари савти муҳайяр ки тамоми анамин асарҳоро аз худ карда буд ва шеърашро бо вазни арӯз буд дар зарби аслияш дар назди ҳайати комиссия устодони имтиҳонгиранда иҷро карда буд ва баъди хатми консерватория дар ёдам ҳаст дар толори консерватория як консерти алоҳидаи хосаи худро низ баргузор карда буд ки бисёр то имрӯз мардум аз ин пурсон мешаванд. хаста набошед, ташаккури зиёд ки имрӯз дар барнома моро ҳамроҳӣ кардед. хуб мо меравем дигар. شما درباره لباسهایتون گفتید و یکی از قسمت‌های جالبی این برنامه ما شاید درباره لباسهای شما شود، چون خیلی لباسهای زیاد دارید و خیلی لباسهای شاهانه و غیر عادی و ما هم به خانه شما به خاطر همین لباس‌ها اومدیم که ببینیم که مثلا اینجا چقدر لباس است و این لباس‌ها با چقدر نرخ آماده شده است. خب بیاید درباره لباسهایتون حرف بزنیم. این لباس‌ها رو میگن نگاه می‌داریم. بله. مثلا این لباس خب آماده کردیم. همین لباسی که حالا در کلیپ می‌بینیم همین است. خب این لباس رو کی آماده کرد؟ این خورشید ستاره. خورشید ستاره. خاص توجش در اونجا موهای همین لباس. بله. عجیب. بهتره. خب این لباس تقریبا یک 5-6 کیلوگرم است. همه لباس‌های ثانوی وزنی هستند. همین لباس‌های شما سنگ‌های زیاد دارد. بله. واسه این چی لباس است سنگش زیادتر است؟ این خیلی مخفی بود که شما کی کنجکاو. از ما هیچ مخفی نمیمونه. این آماده کردیم به نزدیکی یک سب داریم در همونجا. اینجا بعضی یک 3-4 لباس هست که حالا بر نکردم. بله. اجازه است که بگیرم؟ بله. نه زورتون رسه. شما همین رو میپوشید. این امکان ندارد که این لباس رو بپوشی. این خیلی وزنین است. بیننده عزیز، همین لباس تقریبا 20 کیلوگرم است. 20 کیلوگرم. در زمانهای قدیم رودمردان، گردآفریدها در جنگ‌ها، در صحنه‌های جنگی همین گونه لباس‌های وزنین می‌پوشیدن. بعد شما خسته نمی‌شوید وقتی این لباس رو ببر می‌کنید؟ طاقت می‌کنید. تقریبا چند ساعت استفاده می‌برید فقط برای ثبت است نه؟ فقط برای ثبت است. خیلی وابسته از نوار بردارون. خسته نمی‌شوید؟ می‌شویم. این خیلی گرم است. واقعا خیلی گرم است. آفرین شما. این با یک عذاب اینجا بگذاری. این قدر سنگ‌های زیاد دارد. این لباس رو کی آماده کرد؟ امید نعمتov. امید نعمتov. بله. خودم این ابراز رو خودتون بله خودم گفتم که من خیلی کردن لازم و اون قسم خیلی تیار کردم. سنگ‌های عجیب دارد. این لباسی که حالا ما در کلیپ می‌بینیم هست در اینجا؟ بله من این است. های سبکتر است فکر می‌کنم. بله این لباس کلاسیکی است، سردوزی است. مؤلف این لباس کی است؟ خورشید ستاره. خورشید ستاره. بله. اکثر لباس‌های شما کار خورشید است نه؟ بله خورشید است. بعد باز امید نعمتov است. اینش را در فرانسه بودیم. در فرانسه؟ بله. بعد فرانسه در امریکا بودیم بسیارتر این رو پرسیدم. این لباس را. بعد که خورشید ستاره در همونجا بود. خودشون بودن؟ بعد گفتم که این طراحش در همین جا رفته از زمان خریداری کنید من چیز برای خودم این رو وای کردم. شما حق ندارید که مثلا یک ابراز رو در یک صحنه در یک مثلا کلیپ 2 بار تکرار کنید.
میخوای برای باید هنرمندان باید که همیشه هنرمند رنگ و رنگ ما باشه. که چهره هستیم برای که تماشا میکنن خیلی مردم چه خیلی است یک لحظه هم شده بود که همین لباس رو چند بار پوشید بعد همین در خانه خود بودیم یک لباس رو بجای خیلی تکرارا پوشیدیم وقت نشد بعد همین جانکای خودم خیلی اما با همین لباستون پوشیده کو من گفتم شما گام میزنید بعد دیگر رو شما عادت کردن که من فکر میکنم شما رو عادت کردن که همیشه هم رنگ و رنگ بینن همیشه مثلا لباسای نو خیلی با رنگ و رنگ باشد خوب است پیوسته لباسا. بله حیات هنرمندان همه گونه است بیننده عزیز فکر میکنم تمام مهنتشون تمام زحمتشون در همین آبراس‌ها صرف میشود. خب این لباس از کجا است از کدوم کلیپ است؟ این از یک استرادی وای کردیم. از کلیپ‌های استرادی است. بله تقدیر بود همونجا اینو بر کرده بودم. عجیب هم خیلی زیبا است. بعد میبینم که بجز از لباس شما اجازه است بگیریم؟ بله این لباس هم گران است. بجز از این لباس در کلیپ یا که تاج داره و یا که توقی. این هم توقی دارد هم یک تاج لحظه. دارد. توقیش است. این از توقی از همون لباس است نه؟ بله. خودی طراحان آماده میکنن. شما خودتون پیشنهاد میکنید. در همه لباسهایتان شما همین گونه یک توقی داره یکی از این گونه تاج ها. کوشش میکنیم که همین اوزارهای ملی همون باشد که بله. چون ما رو به همین چیز میشناسن. بیشتر کوشش میکنید که فرهنگمون باید با همین لباس و با خوندنمون مطابق باشد. این از تاج این هست خیلی از این پیشتر نشان دادم. این از اون اطلس بود. این از همون که بله. زرد و زیغ آماده کرده بود. اینش هم نیز از همون کرتای سرخ است. اینجا ازی همه قدرش رو وای کردیم و یافتیم. خیلی این از این قراقی است. این هم بسیار اینو دیدیم ندیدیم. لباسش هست در اینجا خیلی توقی زیبا است. چکن است. شما در هر یک مثلا همایش فرهنگی که اشتراک میکنید لباس نو درخواست میکنید؟ بله. چون که ما صحبت کردیم خورشید گفتن که یک چند لباس دیگر در حال آماده شوی است. یعنی بجز از این لباسایی که تیار دارید باز میخواهید که یک چند لباس دیگر تیار باشه. به این هم میشود چون که اگه چاره‌بینی میشود زود اینو وقت زیاد میگیرن برای ما پیشکی آماده میکنیم. میشه برای ما معرفی کنید که این جایزه ها را در کجا گرفتید و چی؟ بله. دیپلم و جایزه های منفوذ است. خیلی سرتیفیکات از مقام، از 6 مقام. سرتیفیکات از رادیو هست، تلویزیون هست، بله. سرتیفیکات از مقام از شما سال 2013 در وکو. بله. در وکو. این علاقه یک جایزه بین المللی است. بله. شما یک جایزه داشتید سال 2015 در شهر سمرقند در فستیوال بین المللی ترانه‌های شرقی که از بانفوذترین فستیوال‌های دنیا هم هست. همون جایزه تون هست در اینجا؟ شرق ترانه‌لری. با زبان ازبکی شرق ترانه‌لری میشه با چیزی داشت. چه جایزه دیگه هم داشت؟ بله. همین بود همین جایزه خیلی مهم که سال 2015 ستاره در این اشتراک کرد و خطا نکنم جای اول را اشغال کرده. خوشبختانه ستاره نیست همین گونه یک هنرمند موفقی است که نه تنها در حدود تاجیکستان بلکه بیرون از تاجیکستان است کشوری عزیز را معرفی میکند با ترانه‌هایش محض با همین سرودهای زیبای مقام با همین گونه لباس‌های زیبایش نه تنها صدایش ما را معرفی میکند بلکه سیمایش همین گونه لباس‌های زیبایش فرهنگ و مدنیت و تاریخ و خلاص همین شرف تاجیکستان را بالا میبردید. آفرین خسته نباشید. شما ما رو به خانه‌تون دعوت کردید و با همین گونه لباس‌های زیبایتون آشنا ساختید. ما هم شما رو به تلویزیون سفینه دعوت میکنیم. میایید؟ البته چرا نه. خب ما در اونجا برای شما یک تحفه غیر انتظار داریم. حتما که باز در تلویزیون سفینه ببینیم. موفق باشید. دلبری یک دانم صد قسم خوردی صد قسم خوردی دلکی بیچارم با نگاه بردی جان دلکم برد از پیش نظر امشب جان خسته سوزی جگر امشب. مرحبا. خوش آمدید به بینای نوی مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه. سلامت باشید، مبارک باشد. سلامت باشید. کارگاه فرهنگی.
بسیار زیبا. خب این بینای نوی ما برای کلی هنرمندان و کلی فرهنگیان کشور است. همیشه در ما برای شما باز است. هر وقت خواستید بیایید. تشکر. خوش آمدید. خب ما در جریان برنامه با زندگی شما آشنا شدیم. خب برای ما اجازه دادید که در چند حالت زندگی شما را همراهی کنیم، با کارهایتان آشنایی پیدا کرده. میدونیم که سفرهای زیادی خارجی داشتید، خاصه با انمون لباسهای زیبایتان، با صورتهای جذابتان تاجیکستان را در عرصه بین‌المللی معرفی کردید. خب بگویید که به کدام کشورها رفتید؟ خب چگونه معرفی کردید؟ چگونه واکنش‌ها بود در اونجا؟ کشورها زیاد هستند. راستی گپ روزهای فرهنگی رفتیم، فستیوال ها رفتیم. با کدام کشورها بیشتر؟ کشورها خیلی به نزدیکی به فرانسه بودیم، در امریکا بودیم، در لندن بودیم. کشورهای اروپایی و آمریکایی؟ بله، در خیلی قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، آذربایجان، در مسکو چند شهرهایش، در کره، در خیتای. ما جای فهمیدیم که یک از شغل‌های دوست داشته شما سیر و گشت است، سیاحت است. می‌خواید که همیشه به هر جای رفته باشید؟ بله، بسیار دوست می‌دارم سیر و گشت را. می‌خواهم به هر دولتی روم، از رسم و رسوم و از زندگیشون، از عرف و عادت‌هایشان، از همین چیز، چون در شخصا در ما این چیز در کار است. برای ایجاد کار. بشینیم بیاید بشینیم. می‌شود چی میگن؟ جهان بینی وسیع می‌شود. برای شما انرژی می‌دهد. از فرهنگ دیگر مردم با خبر می‌شوید. بله. برای همین بسیار دوست می‌دارم. خب در تاجیکستان هم سیر و سیاحت زیاد می‌کنید؟ قریب که همه جای تاجیکستان رو دیدم. بله. بسیار سرودهایم در وصف وطن مادر است. بله، تشکر زیاد. خب ما خیلی افتخارمند هستیم که با یک نفر هنرمند شایسته تاجیکستان، ستاره کرامت الله هم صحبت کردیم و یک برنامه درباره‌اش تهیه کردیم و این عنوان والا را من برای شما مبارک میگویم. خیلی ارزنده هستید و اما برای شما چگونه گفتیم یک تحفه غیر انتظار داریم. بچه‌ها یک لحظه. خب چی تحفه باشد؟ خب این تحفه را به شما بسپاریم. اختیار در دست شما است. اگر خواهید در همین جا باز کنید، وگرنه میتوانید در خانه‌تان باز کنید. برای من عجیب است، در اینجا میکشه. میخواهید در نزد بیننده باز کنید؟ بله، بیزا بیننده چی باشد؟ تحفه دیگر مال شما است، شما میتوانید باز کنید و اگر خواهید ما به شما کمک میکنیم. باشه. چرا حرف نمیزنید؟ احساسی شده؟ بله. بسیار یک تحفه با ارزش تاریخی. بفرمایید بشینید. خب یک عکس تاریخی است و این لحظه رو در حیات خود انتظار داشتید. باور داشتید که یک زمان از دست پیشوای ملت شما عنوان هنرمند شایسته تاجیکستان میگیرید؟ نه راستی. احساسی شده؟ بله. بسیار خرسندم شدم. یعنی محض با دستگیری های پیشوای ملت ما به این روزا رسیدیم. برای من خیلی افتخاری بزرگ بود که من از دست پیشوای ملت عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان را گیرم. اکنون این عکس همیشه در یک گوشه خانه من قرار می گیرد و هر وقت این عکس را بینم قوه دیگر برای من جمع می شود و خوشحال از آنم که در چنین یک وطن زیبا و بهشتی زندگی می کنم و هر کجای دنیا که رفتم با افتخار می گویم که من تاجیک هستم. بله، تشکر زیاد. موفق باشید ستاره بانو. واقعا شما یک هنرمند بهترین تاجیکستان هستید. تشکر با شما. خب توانستید که
با ترانه‌های جذاب، با آواز جذابی خود دل مخلصان را شاد گردانید. خب و این تحفه مال شما است دیگر میتوانید که با خود به خانه ببرید. تشکر زیاد که امروز آمدید، مهمانی سفینه شدید. ما باز هم به شما برار میخواهیم. امیدوار هستیم که باز یک زمان دیگر اطراف پهلوهای دیگر ایجاد شما صحبت خواهیم کرد. تشکر زیاد. خوش آمدید.